بسم الله الرحمن الرحیم. هدف از وجود ما چیست؟ این سؤالی مهم برخاسته از نفس بشری است که بسیاری از مردم را در همه ادوار تاریخ به خود مشغول کرده است. اینکه چرا ما به وجود آمده ایم و هدف از وجود ما چیست؟ یکی از خطرناکترین سوالهایی که متوجه ذات وجودی انسان می شود، چرا که همه ارادات، حرکات، افکار و سلوک انسان حول محور این میچرخد که هدف از بودن و زندگی خود را چه چیزی بدانیم و پاسخی که ما برای این سوال انتخاب می‌کنیم تعیین کننده مسیر زندگی ما خواهد بود. حال برای پاسخ به این سوال در قدم اول آنچه تعیین کننده است این است که آیا فرد اصلا باور به هدفمندی دارد یا نه؟ یا بهتر است این گونه بگوییم که اصلا فرد خدا باور است یا خدا ناباور؟ طبیعتاً برای یک فرد خدا ناباور، مادامی که اساس وجود خود را بر حسب تصادف می‌داند و باوری به هدفمندی ندارد، این پرسش خود یک نوع تناقض است، چون این افراد وقتی که به وجود آمدن خود را هدفمند نمی‌دانند، دیگر انتخاب هدف برای زندگیشان بی‌معنی است. برای این گونه افراد اوج هدف از وجودشان و زندگی تنها یک هدف مادی محدود به دنیا و لذت‌ها خواهد بود که این اهداف هم نه فطرت کمالخواه انسان را قانع می‌کند، نه غایتی ماندگار دارند. پس بهتر است کمی صادقانه به بازبینی نوع نگرش خود بپردازند. اما برای کسی که باور به وجود خداوند خالق و هدفمندی او از خلقت دارد، مسئله کاملا متفاوت است که در این کلیپ هم مخاطب اصلی ما همین افراد خدا باور هستند. حال یک فرد خدا باور چگونه باید پی به هدف از وجود خود ببرد؟ طبیعتاً برای فهمیدن هدف از خلقتمان بهترین منبع برای پاسخ این است که بدانیم خود خالق هدف از خلقت را چگونه بیان می کند. اما ارتباط مستقیم با خداوند که برای انسان مقدور نیست تا هر انسانی هدف از وجودش را از خداوند بپرسد، ولی با مرور تاریخ متوجه می شویم که خداوند از طریق پیامبران توقعات خود را از انسان در قالب دین بیان فرمودند. بنابراین با مراجعه به متون دینی که ثابت شده از طرف خداوند هستند میتوان پاسخ این سوال را بیابیم که هدف از وجودمان چیست. ما به عنوان یک مسلمان باور داریم که قرآن کلام خداوند است. حال در این قرآن خداوند هدف از خلقت انسان و جنیان را این گونه بیان می‌فرمایند. سوره ذاریات آیه 56: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و من جن و انس را جز برای آنکه مرا بندگی کنند نیافریدم. می‌بینیم که خداوند در این آیه هدف از خلقت را عبودیت خود بیان فرموده است. ممکن است عده‌ای بپرسند و بگویند که چرا خداوند ما را برای بندگی خلق کرده است؟ آیا خداوند به بندگی ما نیازی دارد؟ مگر خداوند بی نیاز نیست؟ پاسخ این است که باید بین هدف از خلقت انسان و علت خلق انسان تفاوت قائل باشیم. الله تعالی در این آیه هدف و غرض از خلقت انسان و جن را بیان می‌فرمایند، نه علت خلق را. به صورت ساده تر این که خداوند در این آیه وظیفه‌ای را که ما بعد از خلقتمان باید انجام دهیم بیان می‌کند و آن هم عبادت و بندگی است. پس غرض و هدف از خلقت انسان عبادت الله است. حال ممکن است که کسی بپرسد اگر این هدف از خلقت است پس علت خلقت چیست؟ پاسخ: ابتدا باید بدانیم قطعاً علت خلقت انسان از طرف خداوند این نیست که پروردگار به خلقت و بندگی کردن انسان نیاز دارد، بنا به دلایل زیر. اولاً دلیل عقلی این که خداوند ذات و وجودی ازلی هستند، یعنی قبل از خلقت انسان هم همیشه بودند بدون اینکه بودنشان نیازی به عبادت و خلقت انسان داشته باشد. پس وقتی قبل از خلقت انسان نیاز به عبادت نداشته‌اند، الان هم نیازمند عبادت نیستند و خلقت انسان را از روی نیاز انجام نداده‌اند. دوما از دلایل نقلی در آیات و احادیث داریم که خداوند در سوره آل عمران انتهای آیه 97 می‌فرمایند: فإن الله غنی عن العالمین. پس خداوند از جهانیان بی نیاز است. یا در سوره فاطر آیه 15 می‌فرمایند: یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما نیازمند خدایید و خداوند بی نیاز و ستوده است. همچنین در حدیث قدسی آمده که یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك كملك شيئا
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. ای بندگانم، شما توان زیان رساندن به من را ندارید تا زیانم رسانید و توان سود رساندن به من را نیز ندارید تا به من سودی رسانید. ای بندگان من، اگر اولین و آخرین جن و انس شما بر حالت قلب متقی ترین فرد خودتان باشید، این هیچ چیز به ملک و قدرت من نمی افزاید. ای بندگانم، اگر اولین و آخرین جن و انس شما بر حالت قلب فاجرترین فرد از خودتان باشید، این هم ذره‌ای از ملک من نمی‌کاهد. پس می‌بینیم که هم از لحاظ عقلی و هم از آیات و احادیث مشخص می‌شود که خداوند نیازی به بندگی کردن انسان ندارد و علت خلقت نیاز خداوند نیست. حال ممکن است کسی بپرسد اگر نیاز به خلقت انسان نبوده پس علت خلقتش چیست؟ پاسخ: وقتی از خلقت انسان سخن میگوییم، این خلقت از خالق بودن خداوند سرچشمه میگیرد و خالق بودن ویژگی خداوند است که هر وقت اراده بفرمایند خلق میکنند. مثال ساده برای درک این قضیه: مثلا یکی از ویژگی‌های آب تر بودن است. کسی نمیتواند بپرسد چرا آب تر است، چون ویژگی ذاتی آب همین است. اگر غیر از این باشد دیگر آب نیست. حال در پاسخ به کسی که میگوید چرا خداوند خلق میکند، میگوییم چون خداوند خالق است. اما اینکه خداوند چه زمانی اراده میفرماید خلق کند و یا به چه سبکی مخلوقی را خلق میکند و یا چرا مخلوقی به نام انسان را برای عبادت خلق کرد، این در علم خداوند و در حکمت اوست و ما هم باور داریم که خداوند حکیم است و هیچ کاری را بیهوده انجام نمیدهد. این حکیم بودن خداوند را هم ما در بخش تکوین و خلق این عالم با توجه به آثار متوجه میشویم. در اینجا بهتر است از خود بپرسیم آیا ما نیازی به دانستن همه حکمت خداوند از خلقت داریم؟ در واقع نه، چون ما نه مکلف هستیم به فهمیدن این قضیه، نه نیازی داریم به آن و نه توان درک همه مسائل را داریم، چرا که خداوند به انسان به اندازه تکلیفی که از او خواسته توانایی و علم داده است. و اصلا عجیب نیست اگر که ما نتوانیم حکمت و علت خلقت را درک کنیم، چرا که از میزان قدرت ادراک انسان خارج است. یک مثال ساده برای درک مسئله بیان می‌کنیم. فرض کنید پادشاهی زیر دستان خود را احضار کند و فرمان بدهد که بروند و در مکان خاصی تا 1 ماه سنگ جمع کنند، سپس برگردند. حال زیر دستان باید بدانند که هدف از فرستادن آنها به آن مکان جمع کردن سنگ است و علت این سنگ جمع کردن را تنها خود پادشاه می‌داند. نیازی نیست که آنها بدانند و فقط موظف به اطاعت از امر پادشاه هستند. لله المثل الاعلی. بنابراین در خلقت ما هم آنچه لازم است بدانیم و آنچه بدان مکلف و نیازمندیم عبودیت و اطاعت از خداوند است، نه فهمیدن علت و حکمت خلقت انسان. همچنین باید بدانیم که پرستش الله متعال و عبادت نمودنش از مقتضیات کمال الهی است و طبیعت رابطه میان خالق و مخلوق باید اینگونه باشد. در جریان همین خلقت و بندگی انسان کمال مطلق خداوند هویدا می شود. مثلا انسان مخلوق گناه می کند و خداوند خالق گناهانش را می بخشد و اینگونه کمال عفو و بخشش خداوند ظاهر می نماید. به همین شیوه در بندگی ضعف‌های انسان و کمال خداوند آشکار می شود و چون فطرتاً انسان کمالگراست به سمت بندگی خداوند کشیده می شود. پس این انسان است که نیازمند عبادت است. یعنی خداوند به گونه‌ای ما را خلق کرده است که مسیر کمال و سعادتمان تنها در بندگی و اطاعت او قرار دارد. اما آیا حقیقتاً ما نیازمند عبادت هستیم؟ بگذارید با توجه به علم نوین پاسخ دهیم. بسیاری از دانشمندان اذعان دارند که تعبد و تدین خاصیت و صفتی اساسی در انسان است. مثلا مورخین به این حقیقت اشاره کردند. از جمله آنها سخن مشهور مورخ یونان باستان پلوتارک است که گفته در تاریخ بلادی را یافته ایم که مدارس نداشتند، شهرهایی یافته ایم که حسن و حفاظی نداشتند، همچنین شهرهایی یافت شدند که بیمارستان و جایی برای مداوای مردم نداشتند. اما هرگز در تاریخ شهر یا بلادی را نیافتیم که عاری از عبادتگاه باشد. یا در علم پزشکی فرعی از فروعات علم اعصاب به نام نیوروفیولوژی وجود دارد که به کمک آن میتوان حقیقت ارتباط میان آرامش اعصاب با عبادت کردن را کشف کرد. یا حتی دانشمند آمریکایی دین هامر کتابی نوشت تحت عنوان ژن خداباوری، چگونه ایمان در ژن‌های ما قرار گرفته است. برخی هم به جستجوی راز دینداری در عقل پرداختند، چنانکه پروفسور نیلسون متخصص عصب شناسی چنین نمود. او کتابی را تحت عنوان انگیزه خدا، آیا دین در عقل‌های ما فرو برده شده است نوشت. این دراسات و این تحقیقات دلیل بر این است که به این باور و یقین رسیدند که تعبد و عبادت در نفس انسان نهادینه شده و ریشه‌ای اصیل دارد. این یعنی انسان شدیداً نیازمند عبادت و تعبد است. بنابراین مشخص شد هدف و وظیفه انسان در زندگی عبادت و بندگی خداوند است و تنها از مسیر این بندگی به سمت کمال و سعادت رشد خواهد کرد.
البته انسان دارای اختیار است، میتواند راهی غیر از بندگی خداوند در زندگی انتخاب کند، اما باید بداند مخالف فطرت و هدف اصلی زندگی حرکت کرده است و در انتها برایش چیزی جز خسران و زیان نخواهد داشت. کما که استاکسروش مبلغ خداناباور و انسانشناس میگوید افسردگی یک مشکل جدی در جامعه خداناباوری است و در اکثریت اوقات منجر به خودکشی می شود. این چیزی است که اکثریت خداناباوران دوست ندارند به آن اعتراف کنند، اما این درست است. خداوند در سوره عصر می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. به نام خداوند رحمتگر مهربان، سوگند به عصر که واقعا انسان دستخوش زیان است، مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کردند. می‌بینیم که دوری از عبودیت و بندگی چیزی جز زیان برای انسان ندارد و ما در این زندگی برای انتخاب بندگی خداوند امتحان خواهیم شد. خداوند در سوره ملک آیه 2 می‌فرماید: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. کسی که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید کدامتان کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود. او چیره و توانا و بسیار آمرزنده است. اما در رابطه با عبادت دو نکته مهم را بیان می‌کنیم. نکته اول، عبادت و بندگی خداوند باید تمام جوانب زندگی انسان را در بر بگیرد و عبادت تنها محدود به اعمال عبادی مانند نماز و روزه نیست، بلکه باور و افکار انسان، اخلاق و رفتارش، روابط و سبک زندگیش همه باید در جهت اطاعت و بندگی خداوند تنظیم شود. نکته دوم، بندگی خداوند سلیقه‌ای نیست، یعنی این گونه نیست که هر کسی بنا به روشی که خودش میپسندد خداوند را عبادت کند، بلکه روش بندگی خداوند باید به آن شیوهی باشد که خود خداوند در دین بیان فرموده و تنها این در نزد خداوند پذیرفته خواهد شد، چرا که خداوند در سوره آل عمران آیه 85 میفرماید: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هر کس غیر از اسلام دینی اختیار کند هرگز از وی پذیرفته نیست و او در آخرت از زیانکاران است. در آخر نتیجه این که هدف از خلقت ما بندگی خداوند و اطاعت از اوست و این امر بنا به حکمت خداوند به نفع خود انسان است و او را به سعادت میرساند. بنابراین به جای کنجکاوی در اموری که در دایره علم خداوند است و خارج از حیطه علم و ادراک ما، سعی کنیم واقع نگر باشیم. آنچه واقعیت است این است که ما وجود داریم، عمرمان هم محدود است، دو راه هم پیش رو داریم: یا بندگی خداوند که نتیجهش آرامش دنیا و سعادت آخرت است، و یا دوری از اطاعت و بندگی خدا که نتیجهش خسران و تباهی است. به راستی عقل سالم کدامی را انتخاب می‌کند؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.